آیا لبوبو واقعا یه عروسک شیطانیه؟ یه روزی یه دختره برای اینکه لبوبو بخره میره مغازه دست دوم فروشی و لبوبو رو میخره. بعدشون رو آویزون میکنه به ماشینش. بعدشون تصادف میکنه و بعدش هم مریض میشه و اتفاقای بد و بدتر براش میفته. برای همین هم تصمیم میگیره که از شهر لبوبو خلاص شه. بعد از اینکه لبوبو رو از خونه و زندگیش بیرون میکنه، همه این اتفاقا از بین میره. یکی دیگه از دخترها میگفته که 12 تا لبوبو داشته که 4 تا از اون لبوبوها روح داشتن. رنگ چشاشون عوض میشده، یا تکون میخوردن یا به اون نگاه میکردند. خیلی ها میگن این عروسک بدشانسی میاره. جالب بعضی ها میگفتن که این عروسک براشون خوششانسی آورده. خیلی ها ادعا میکنن اون لبوبوهای بزرگ اونا چشاشون واقعا تکون میخوره و رنگش عوض میشه. و همینجور خیلی ها میگن که اون عروسک از پازوزو درست شده. پازوزو چیه؟ پازوزو یه شیطانه. خیلی ها مجسمه پازوزو رو تو خونهشون نگه میدارن تا خواب بد نبینن. و خیلی ها معتقدن که این عروسک از مجسمه پازوزو ایده گرفته شده. و میگن که توی یکی از کنسرت‌های تیلور سویفت یکی از طرفداراش براش عروسک لبوبو میبره، ولی تیلور اینجوری با میکروفونش میزنه و عروسک رو پرت میکنه. فکر میکنی واسه چی؟ یعنی از نظر تیلور هم اون عروسک شیطانیه؟ اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما پیجمو برای ویدیوهای بیشتر فالو کن.